درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار دوم. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگ ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند. بنیاد ادبی عینی. استاد ابوالحسن رودکی بخارایی به روایت سمرقندی 341 هجری از نمونه ادبیات ایران طبع باکو سال 1922 اثر میرزا محسن ابراهیمی به طریق انتخاب. مرا بسود و فرو ریخت هرچی دندان بود، نبود دندان لا بل چراغ تابان بود. سپید و سیم زده بود و در و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. یکی نماند کنون زان همه بسود و بریخت، چی نحس بود همانا که نحس کیوان بود. نه نحس کیوان بود و نه روزگاری دراز، چی بود راست بگویم قضای یزدان بود. جهان همیشه چنین است، گردگردان است، همیشه تا بود آیینش گردگردان بود. همان که درمان باشد بجای درد شود، و باز درد همان کز نخست درمان بود. کهن کند به زمان همان کجا نو بود، و نو کند به زمان همان که خلقان بود. خلقان کهنه دریده. همی چه دانی ای ماه روی غالی موی، که حال خادمی تو پیش از این به چه سان بود. شد آن زمانه که او شاد بود و خرم بود، نشاط او بفزون بود و
سیم نقصان بود. بسا کنیزکی نیکو که میل داشت به او، به شب زیارتی او پیش او به پنهان بود. نبیدی روشن و دیداری خوب و روی لطیف، اگر گران به دری من همیشه ارزان بود. همیشه شاد ندانستمی که غم چی بود، دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود. یال نی، زن و فرزند نی، معونت نی، از این همه تنم آسوده بود، آسان بود. تو رودکی را ای موخ کنون همی بینی، بدان زمانه ندیدی که زین خسیسان بود. بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی، سرودگویان گفتی هزار دستان بود. کنون زمانه دیگر گشت و من دیگر گشتم، عصا بیار که وقتی عصا و انبان بود. شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زآمده شادمان نباید بود، وز گذشته نکرد باید یاد. من و آن جعد موی غالیه بوی، من و آن ماه روی حور نژاد. نیک بخت آن کسی که داد و بخورد، شور بخت آن که اون نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان افسوس، باده پیش آر هرچه بادا باد. زمانه پند آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. بروز نیکی کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسی که بروز تو آرزومند است. از قصیده‌ای که امیر نصر ابن احمد سامانی را به آمدن بخارا از هرات تشویق کرده. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یاری مهربان آید همی. جوی مولیان جویی است در نزدیکی قلعه بخارا که در آنجا سامانیان باغی بزرگی داشتند.
ریگی آمو با درشتی های او، زیری پا چون پرنیان آید همی، آبی جیحون با همه پهناوری، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و شاد زی، شاه نزدت میهمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. آفرین و مدح سود آید تو را، گر به گنج اندر زیان آید همی. گویند استاد رودکی کلیله و دیمنه انواری سهیلی را به نام نصر ابن احمد سامانی به فارسی منظوم کرده است. در نمونه ادبیات ایران بیتی زیر از آن منقول است: هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. از تذکیره آتشکده تألیف حاجی لطفعلی بیک آذر، مطبوع در سال 1299 هجری در مطبعه فتح الکریم واقعی لکهنو. حوری به سپاه اندر و ماهی به صف اندر، سروی گهی آسایش و کبکی گهی رفتار، گه حوری زره پوشی و گه ماهی کمان کش، گه سروی غزلگویی و گه کبکی قدح خوار. فغان من هم از آن زلفی تابداری سیاه، که گاه پرده لاله است و گاه می جری ماه. نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن او، ز خاک من همه نرگس دمد به جای گیاه. به وقتی رفتنش از سیم و ساده باشد جای، به گاهی خفتنش از مشکی سوده باشد گاه. رباعی.
ای از گلی سرخ رنگ بربوده و بو، رنگ از پی رخ ربوده بو از پی مو. گل رنگ شود چو روی شویی همه جو، مشکین گردد چو مو فشانی همه کو. چون کاری دلم ز زلف او مانده گیری، بر هر رگ جان صد آرزو مانده گیری. امید ز گریه بود افسوس افسوس، کان هم شبی وصل در گلو مانده گیری. از خزانه آمیره تألیف غلامعلی خان آذر در مرثیه ابوالحسن مرادی شاعری بخارایی گوید: مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگی چنان خواجه نه کاریست خود. جانی کرامی به پدر باز داد، کالبدی تیره به مادر سپرد. از بهارستان جامی در مطبعه نورکشور واقع لکهنو مطبوع. آن عقیقین می که هر کی بدید، از عقیق گداخته نشناخت. هر دو یک جوهرند لیک به طبع، این بیفشرد و آن دیگر بگداخت. نابسوده دو دست رنگین کرد، ناچشیده به تارک اندر تاخت. در بهارستان منقول است که استاد رودکی از مادر نابینا زاده و در 7 سالگی قرآن را حفظ کرده است. در بهارستان جامی از شرح یمینی نقلا نوشته شده است که اشعار رودکی به 1300 بیت رسیده است. بعض معلومات:
نظر به اتفاق اهل تذکیره و تراجم احوال، استاد رودکی اول کسی است که شعر فارسی را از قصیده، غزل، قطعه و رباعی تدوین کرده. هرچند پیش از رودکی مثل بهرامی گور پیش از هجرت، حکیم ابو حفص سغدی صدی هجری و خواجه ابوالعباس مروزی شعر فارسی انشاد کرده باشند هم گفته ایشان به درجه دیوان نرسیده. بنابر همین سبب نام رودکی به سردفتری نمونه ادبیات تاجیک گذشت. دولت شاه سمرقندی مثل سایر ارباب تذکیره هرچند نام رودکی را به استادی یاد کرده، اما به شعرش به نظر استخفاف نگاه می کند. به فهم فقیر شعر رودکی در کمال روانی و دارای فصاحت و بلاغت است که به خواننده به آسانی یک هیجانی بدیعی می بخشد. همین است درجه بالای شعر. به نظم آوردن کتابی مثل کلیله و دیمنه در اولی شیوع شعر فارسی بر کمال قدرتش دلالت می کند. دولت شاه سمرقندی و صاحب تذکیره آتشکده رودکی را بخارایی می نویسند، لیکن صاحب خزانه آمیره سمرقندی قید می کند. اما در مجموعه منتخباتی که مستشرق برتولد به نام ترکستان جمع و نشر کرده است، رودک قریه از نواحی سمرقند و رودکی را منسوب به آنجا قید کرده شده است. لیکن این رودکی به کنیه ابو عبدالله ذکر یافته است. اما رودکی که ما در صدد بیان ترجمه حالش هستیم، کنیه‌اش را صاحب آتشکده و دولت شاهی ابوالحسن نوشته. ممکن است که به نام رودک قریه هم در بخارا و هم در سمرقند باشد، چنانچه به نام قباله، موریانی نو، قصر و امثالش قریه ها هم در بخارا و هم در سمرقند هستند. و هر حال ظهور استاد مثل رودکی از ماوراء النهر باعث افتخار تاجیکان است. اساساً آسیای میانه ҳамеша яке аз марказҳои бисёр муҳими адабиёти форсӣ буда, балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин забон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзонидани осору китобҳои форсӣ, осиёи миёна қадимтарин манбаъ ва сарчашмаи адабиёти форсист. майи соли 1926 Москва. абулқосим лоҳутӣ. شیخ ابوالعباس اسمش فضل ابن عباس است، بخارایی و معاصری رودکی است. در مرثیه نصر ابن احمد و تهنیت نوح ابن منصور گفته است: از تذکیره آتشکده پادشاهی گذشت خوب نژاد، پادشاهی نشست فرخ زاد. زان گذشته جهانیان غمگین، زین نشسته زمانیان
دلشاد. بینگر اکنون به چشمی عقل نکو، هرچی از ما گرفت ایزید داد. گر چراغ ز پیش ما برداشت، باز شمع بجای او بنهاد. دقیقی صاحب آتشکده نامش را استاد منصور ابن احمد و وطنش را یا توس یا بخارا و یا سمرقند می نویسد و از شعرای زمان آل سامان می شمارد. اما در نمونه ادبیات ایران نامش ابو منصور محمد و زمان حیاتش 317 366 نشان داده شده است. از آتشکده گویند صبر کن که تو را صبر بردهد، آری دهد ولی به عمری دیگر دهد. من عمری خیش را به صبوری گذاشتم، عمری دیگر بباید تا صبر بردهد. در افکند ای صنم ابری بهشتی، جهان را خلعتی اردی بهشتی. بدان ماند که گویی از می و مشک، مثالی دوست بر صحرا نوشتی. زیبوی گل گلاب باید بدین سان، که پنداری گل اندر گل سرشتی. دقیقی 4 خصلت دوست دارد، بگیتی از همه خوبی و زشتی. لبی یاقوت رنگ و ناله چنگ، شرابی لعل و کیشی زرد و هشتی. از مصرع آخری معلوم می شود که دقیقی با وجودی رسما مسلمان بودن به کیش زرد و هشتی خیرباد نگفته بوده است. شنونده های ارجمند، شما گفتاری دویم رو از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نوزلی.